10 تا از قوانین عجیب کشور آلمان. سلام، من مهردادم و امروز میخوایم با 10 تا از قوانین عجیب کشور آلمان آشنا بشیم. از لخت راه رفتن تو ساحل تا زندانی شدن به خاطر نشون دادن انگشت وسط به دیگران. خیلی خوشحالم که تو این ویدیو افتخار همراهی تو رو دارم. قانون شماره 1: ممنوعیتی برای برهنه شدن تو اماکن عمومی آلمان وجود نداره. در واقع شما ممکنه تو کوهنوردی، توی ساحل، توی استخر یک یا چند تا برهنه رو ببینید که از دید آلمانیا این برهنگی ربطی به نیازهای جنسی نداره، بلکه یک جور همگام شدن با طبیعت و همچنین آزاداندیش بودن نسبت به بدنه. قانون شماره 2: قانون بازیافت بطری. تو آلمان برای کاهش ضایعات بطری‌های شیشه‌ای، پلاستیکی و قوطی‌ها قانونی وجود داره که وقتی برای مثال یک نوشابه می‌خری 25 تا 80 سنت اضافه بر قیمت نوشابه پرداخت می‌کنی و وقتی که نوشابه رو خوردی با بردن شیشه خالی برای مغازه‌دار اون مبلغ رو پس می‌گیری. این قانون هم از محیط زیست حفاظت میکنه و هم شغلی در صنعت بازیافت تولید میکنه. قانون شماره 3: تو آلمان حق نداری که ماشینت تو اتوبان بنزین تموم بکنه. اگه این اتفاق بیفته حتما جریمه میشی و دلیلش اینه که تو اتوبان اگه یه ماشین یه دفعه متوقف بشه میتونه خطرناک باشه و یا ترافیک به وجود بیاره. پس اگه رفتی آلمان همیشه بنزینتو چک کن. قانون شماره 4: ممنوعیت نشان دادن انگشت وسط به دیگران. اگه شما به یه نفر انگشت وسطت رو نشون بدی جریمه سنگینی برات میاد. اگه این انگشت وسط رو موقع رانندگی به کسی نشون بدی جریمت سنگین تر میشه و حتی کار به جایی میرسه که زندانیت کنن. پس سعی کن توی آلمان همیشه مؤدب باشی. قانون شماره 5: ممنوعیت چونه زدن. اگه میخوای به یه مغازه‌دار آلمانی توهین کنی باهاش چونه بزن. این رفتار رو خیلی بد میدونن و برخلاف ما که خیلی زیاد چونه میزنیم تو فرهنگ آلمان از این خبرها نیست. قانون 6: تو آلمان نمیتونی هر اسمی روی بچت بذاری. مثلا تو آمریکا میتونی این کار رو بکنی، اسم بچت رو بذار بتمن، هیچ مشکلی هم نداره. اما توی آلمان این قانون نیست. باید برای بچه اسمی انتخاب کنی که جنسیتش رو بشه از روی اسمش تشخیص داد. قانون شماره 7: روز یکشنبه شستن ماشین ممنوعه، چون روز یکشنبه روز استراحت آلمانی است و اکثرا این روز رو برای آرامش استفاده میکنن و شستن ماشین سر و صدا ایجاد میکنه و مزاحم آرامش همسایه ها میشه و اگر همسایه ای شکایت کنه اونی که ماشینش رو شسته باید جریمه بده. قانون 8: به 3 دلیل رها کردن سگ تنها در ماشین ممنوع است. دلیل اول: سگ تو گرما آسیب میبینه چون نمیتونه دمای بدن خودش رو تو گرما تنظیم کنه و این میتونه باعث گرمازدگی و حتی مرگ سگ بشه. دلیل دوم: شاید به آب نیاز داشته باشه و با نبودن آب دچار کمبود آب بشه که شدیداً به سلامتیش ضربه میزنه. و دلیل سوم: سگ ممکنه توی این شرایط به شدت استرسی و مضطرب بشه و وقتی که مضطرب بشه با پارس کردن زیاد و غیر طبیعی و همینطور جویدن این استرس و اضطراب رو نشون میده. قانون 9: ممنوعیت پوشیدن کفش پاشنه بلند تو مکانهای تاریخی. از اونجایی که نوک پاشنه کفش‌های پاشنه بلند میتونه به کف مکانهای تاریخی آسیب بزنه، بنابراین پوشیدنش تو مکانهای تاریخی ممنوعه. قانون 10: ما هر موقع میریم حموم 10 دقیقه اول برای آوازه. نظافت تازه تو دقیقه 11 شروع میشه. اما تو آلمان کافیه یه همسایه شکایت کنه کلن دیگه آواز خوندن رو فراموش میکنی. خب اینم 10 تا از عجیب ترین قوانین آلمان. تو کامنت بگو کدومش برات خیلی عجیب بود و کدومو دوست داشتی. لایکت هم که منبع انرژی منه، پس فراموشش نکن. تا ویدئوی بعدی، خداحافظ.